بی فرهنگ ترین مردم ایران به این 8 نشونهشون معروفن. 1. زباله‌شون رو وسط طبیعت رها میکنن. آدمای بی مسئولیت و بی شخصیتی که نابودی طبیعت براشون مهم نیست. 2. تنه درخت‌های زنده رو برای آتیش قطع میکنن. درختی که 50 سال جون کنده با یه تبر میمیره. 3. آتیش روشن میکنن و همونجوری رهاش میکنن. یه لحظه بی مسئولیتی مساویه با یه جنگل سوخته. 4. فیلتر سیگاراشون رو هر جا خواستن پرت میکنن. هم آتش‌ساز، هم آلوده کننده، هم زشت. 5. با اسپیکر میرن تو دل طبیعت، آرامش انسان و حیوان رو به گم میکشن. 6. با آفرود میرن وسط بافت بکر، گیاه و خاک و نابود میکنن و اسمشو میذارن ماجراجویی. 7. موتورسوارایی که سر و صداشون کل جنگل رو میلرزونه، نه به آرامش انسان‌ها احترام میذارن نه به حیات وحش. و اما 8 و بدتر از همه، اونایی که به بهونه گرونی گوشت حیوانات جنگل رو غیرقانونی شکار میکنن یا برای پول درخت‌ها رو قاچاقی قطع میکنن. اینا نه طبیعت رو میفهمن، نه مسئولیت و نه آینده. حالا تو بگو کدوم رفتارشون بیشتر از همه اعصابتو خورد میکنه؟